سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو جدید ما. ویدیو جدید قراره بریم ویو کاستوم های دافولیا کاستومشون رو ببینیم، سروای بین دخترها اسکوادی ببینیم کی بهترین سروای بره دیگه. حالا این دوتا اسکود هم که آره اسکوادن با این حیف آره اکانت هیپ هاپی. بچه ها این داشمون که میبینید اومده جدید اضافه شده آقا شایان گل هستن. از اونجایی که کاستوم به دخترها ربط داره 100% بدون آقا گذار بشه و نیاد مثلا ببینه. آقا شایان متخصص دخترای فری فایر هستن، از 1 تا 1000 همه گیلدا رو میشناسن، همه دخترها رو میشناسن. خلاصه دستشون تو این کار و از این داستانا دیگه. آره بچه ها بریم که داشته باشیم دیگه. اسکوادام اینجا معرفی اسکواد اسکواداشه. زنداداش، اسکواد یک اسکواد زنداداشه، اسکواد دو هم اسکواد اون زنداداشه. ماشاءالله بچه های پاراگون هر کدومشون از یه گیلد یه مخ زدن دیگه، همه گیلد زنداداش ما حساب میشن. اسکواد سه حاجی زنداداش نداریم، نه شاید ولی اسکواد وقتش 4 دست به کارش کنیم. زنداداش داریم. اسکواد چهار هم زنداداش داریم، ما باری کلا. ماشاءالله بچه های پاراگون چی کار میکنید؟ اسکواد پنج زنداداش نداریم، اسکواد 6 هم که ماشاءالله همون تو گیلدشون زنداداش داریم. اسکواد 7 یا خدا زئوس نه حاجی، ایسان. من میترسم از این دوستا، چون متاسفانه از اونجایی که آقا نظام بیزی بود و مشغول لایو گرفتن بود، همون شبی بود که لایو گذاشته بودیم من اومدم اینو ریکوردش کردم، الان با هم دیگه میبینیم با حضور آقا شایان و دخترباز. آقا شایان دخترباز اخو. ببین بچه این 48 نفری که تو کاستوم میبینید یک 44 یکیشون نفر تو این آقا کاستومن، شایان حالا بهونه بیوگرافی. نیار. همین 44 تا یک یکیشون داداش آقا شایان میشناسه. جواب همین. سی بی این حکم شایان رو داره فکر کنم ماجی، مثلا این هم سی دختر میده، پسر حساب میشه. قبول نیست. چقدر اسناد سریع درگیری شروع شد. آره، حالا منم خیلی خوب ریکورد کردم، وسط درگیری تازه میفهمیدم یکی تو فایته. آجی خدا وکیلی مثلا نگاه کنید بچه چقدر خوب شایان سویچ میکنه. سلطان روی یکی یکم بموندی. من نه داداش اصلا بازی. دایانه. بابا دب نداره، حالا شایان و دایان نداریم جفتتون یه. آره به آدم الی. یه نازن دالا زن داداش چی کار میکنه؟ میچرخه دور خودش، یه امپی میزنه، یکی رو ناک میکنه. زن داداش از همگیلدیاشو ناک میشه متاسفم. همگیلدیش نبود، اسکواد آیتی درگیری بودن. داداش که زن داداش دیگه اونه سوگی. بنازم بچه های پاراگون کم نذاشتن. از- همه آره گیلد زنداداش ماشاءالله. داریم. یه 3 4 ماه دیگه بگذره کلا کل گیلدای فری فایر فتح دختروناش یه میکنیم. زن داداش از. آره میدونی جالبش چیه؟ مثلا بچه ها هر کدومشون از یه گیلد رل زدن، یعنی مثلا اینجوری نیست مثلا توی یه گیلد ببینن میگن خب این باشن. گیلد این مثلا مخ زده، من میرم یه گیلد دیگه مخ میزنم. ماریا فورسا رو میزنه وای. باشه حقیقتا چیز آقا شاید شما جانم بگو. من از وسط ها فهمیدم اسما چی به چیه، کیا با کی فایت میدادن. اینجا نگاه تکی چی زنده گفتی بود. نظام جوان؟ چی گفتی میگم آقا نظام شاید جان؟ شما که این 44 تا رو مثل کف دست میشناسید، داداش به من نظرت کدوم اسکاد وین همون میزنه؟ وای میشناسم. کارهای زشت. مثلا این حرکات اصلا شایسته نیست. نظام جان نکنید. تو اگه یه نفرشون هم بشناسم حتی. بله 100%. 4 تاش فقط زنده شده تو کاستوم حالا من عشق اگه ابدی. میگفتم جان تو، میگفت جان منو داداش قسم نخور. حقیقتا منم که کسیشون رو نمیشناسم، شما رو نمیدونم، ولی آره نظام همه رو میشناسم. صد نظام درصد داداش. ماشاءالله آره بابا نظام، آره حد بابا. داره به من میگه. آره بعد حاجی میدونی جالب این جمع چیه؟ الان ستامون سینگلیم و من و دایان که 100% دنبال رل نیستیم، ولی خب شایان خیلی تلاش میکنه یه رل واسه خودش رو اوکی عجب کنه. بچه اگه آدمی. رلی چیزی سراغ داشتید تهرانی دور و بر آقای شایان معرفی کنید. درسته بچه دکم حولیه ولی خب انسان خوب و شریفیه. داداش اوه اون اصلا زئوس نمیرسم بازی رو ناشو ببینم. اسکواد 404 فکر کنم اینجا با دیوانه. اسکواد فایت درگیر بودن اگه اشتباه نکنم. گرفتی، من رد نمیکنه. دیوانه.
نه با اسکواد دگادر درگیر بودن که اینجا فکر کنم وایپشون آره میکنن. دقیقاً. ایوان چیکار میکنه؟ ایوان هم نیست البته. اینجا هم چیز- خودش هم بقیه رو گیج میکنن. اینجا رو داشته باش، ببین چه حرکت فنی میزنن. هم خودش هم میره بقیه رو گیج بالا. میکنن. اینجا رو داسا میگیره دستش. داسا میره بالا. اوه اوه شت. زد ولی یا. آجی اینا دوتاشون کاراکتر پسر سه اصلا تاشون. احساس خوبی تیم ندارن. دقیقاً. از نظام بهتره. اگر نظام داشت شایان جان از دید شما که 100% این 44 نفر تو کاستوم بازیاشون از من بهتره. اون که یه چیز مشخصیه دیگه، اگه نه شایان جیز نبودیم این حرفا میزنیم. سگشونه. مهدیه چیکار میکنه؟ رفتی رو ماریا کدوم رو میزنه؟ ماریا که اسکواد ناک میکنه. دی رو وایپ کرد. اینجا هم نشون دادم. آره یاراش هم که ریو یا داد. حقیقت رو به نظام بگو که من چه آدم مظلومیم. 100%. آره بچه ها شایان داد تازه دیگه. ساعت 11 شب میره بیرون. در این حد آدم مظلومیه. چه ربطی داره؟ میرم نون بخرم، شبش ساعت 11 شب. میرم باشگاه. توفی. ساعت 11 شب. حاجی این شایان تا دیروز میگفت هر کی بره باشگاه نمیدونم خیلی آدم مسخولی اینا، بعد مثلا الان چون من لایو و کلیم میخواد زدم. میخواد دخترها عاشقشن میگه من میرم باشگاه. ای داده بیداد بابا بس کن شایان، خجالت بکش، یکم بزرگ شدی که تو کی سن داداش باران نتش خرابه، این اسکوادشون کلا خرابه. ماریا باز یکی دیگر هم زد. اینجا با اسکواد فایت درگیرن. اسکواد فایت اینجا خیلی قوی عمل کرد. اینجا نه یکم جلوتر یه حد خیلی خفن نیا سوسکی کردن. حاجی این اسکوید اسمش اوشن. شبیه اوشن یکی بود 3 سال پیش گیم میزد اسمش کوسر بود، همچین اسمی بود، نمیدونم این یا همون بیا نظام همه طرف رو از 3 سال میشناسه. پیش یادته؟ از 3 سال پیش یادشه، بعد به من دیگه نمیدونم چی. خب نه اسم شبیه اونو داداش. آجی سوگن 2 تا هد زد واسه امیر دیپر قفل بود از این هدا زدن. آقا من نتیجه رو میدونم کی وین میشه. شما حدس بزنید. آره ببین سرش 100 تومن ام، جدی. ش- کارت به کارت میکنم. شایان تو به نظرت کدوم اسکواد وین میزنه؟ همین اسکواد چیز. اسکواد ویسچی؟ آره من میگم اسکواد 404 وین میزنه. بعد من شاتو راست میذارم میگم. ببین من پولو اوکی از جفتتون 400. میگیرم. اوکی البته باید بهش به هم بچه دیگه ها بزنیم چیز ولی خب من میگیرم. آره بچه ها بعد یه نکته هم بگم که دایان به من گفت 404 وین زده. این نمیدونم راست عجب گفته یا لاشی. نه، میخواد 100 تومن تو پاچم کنه یا نه. آره خلاصه این جدی خیلی کاراکترش مشکوکه، مثل پسرها میپره، پسر بودن میگم ازش یه هده قشنگ هم زد اینا شد. نظامم نظام فقط از کاراکتر دکتر حس میگیره. ای چی زد؟ نیا یه هده خیلی تر و تمیز زد. ماشاءالله از همه نظام اسما رو بیشتر من بلدم. داشت اسمشو نوشته دیگه، داداش من اسمشو انگلیسی قاسم بلد نیستم بخونم. ولی خب تو بلدی. راست آره میگم. مثلا این داشت امادمون اماد اما تا اینجا آر فکر کنم سیویل آر هم هست. اوکی. ویوانا خلاص میکنه دیانا تیشو. نمیدونم اسکواد او اسکواد فای ویوانا دیانا نیست. دیانا ویانا احمق ببین انگلیس. من بلد نیستم اسم دخترها رو بخونم حقیقتا نمیدونم. آره عجب سگ. پشمام همه یاراشو ریپ داد. به نظرم برگردونم باز که ریپ بود. اسکواد 400 یعنی فایت خیلی خوب بود ولی خب موقعیت خوبی بهشون نیافتاد. تو زون بودن و با 404 درگیری دادن. با یه اسکواد دیگه هم درگیری دادن. حالا نمیدونم کی بود. سر همون خیلی عدد شدم. آجی ولی این داداشمون مثل شایانجیز اسنایپ میزد. داداش من تو بتل خوب اسنایپ میزنم. یسنا دورسا ببین تو مونیکا زون چقدر زندن. نرجس. نرجس. حاجی فکر میکنی مثلا کستوم لیگ عربیه این همه آدم زنده موندن توش. فقط همدیگه رو ریو میدن.
بعد من رفیقم آره 2 ماشاءالله. ساله باش رفیقم به اسم حسین یه بار تو زندگیش منو ریف ندادم، ولی همیشه داداش حسین سلطان 2 بار منو امشب ریو داد، رلش رو ریو نداد. حسین منو اصلا حساب نمیکنه ببره با خودشون، چه برسه ریبم بده. بچه ها دروغ میگن، آقا حسین خیلی بچه گلیه، عشق منه. عجب سگیه. دیلی دوستش دارم. دلی داریم. بعد یه قضیه دوستش دارم. آره دلی سر یه جریاناتی دوست آره دارم، سر مثلا یه یه جریاناتی. آره مثلا یه یارو هست اسمش انه، خیلی آدم چیزیه. آره تو اسمش خیلی آدم ان داره مثلا اسمش خیلی آدم. اینه، خیلی آدم امیه. آره ان و امش قاطیه. اوفی اماد امده ها کرد تو پاچش. داشت حس خوبی نمیگیرم اسمت اماد اینا رو میزنی. صورت به دخترها رسیده. بیکس نیا یه قشنگ نظام زد اون غیرتی شد. وقتی یه دقیقه بابا جان جدت خاک تو سرت، بلدم نیستی رو یکی رو کیل خوری نشد متاسفانه. خیلی میزنن. آره حاجی حاجی از واقعا. شایان بهترت زد. آره میدونی به بابا چه دلیلی از شایان بهتره زد؟ او دورسا از شایان سریعتر هم نه وایساد. هشت. نظام از دید تو الان جانم کل این 15 نفر از شایان بازیشون بهتره حتی از من. آره 100%. داشت تموم شده رفت. از دید من که کل انسان های فری فایر بازیشون از شایان بهتر حقیقتا. عجب سگیه. 100% مخصوصا آه. دخترانه نظام. دخترها که تو یه داشت حالا سطح شاید لول از دو سه دیگه. تا از دخترها بازیشون حالا بهتر شاید باشه، چون از اونم اون بدشون از اینا میاد. حالا چون شاید. آره آره. نه مثلا ببین از یه اکیپ واقعا شایان بازیشون بهتر، همون اکیپ ان او ام. اوه تا اینا بس سوگن باز یه کیل دیگه هم زد، 2 کیلی میشه. زنده داشت سوگن این چی کار میکنه؟ اسکواد زنداداش وایپ شده. آره کدوم زنده داشت؟ زنداداش حسین. زاره اون اسکات فایف شد متاسفانه. حسین جان تسلیت میگم، انشالله غم آخرت بشه. قرآن شایدی اینا هم خوب سوگی بازی کردن بهارک البته. توسکا. آره خوب کمپری بازی کرد. لولتا اسمی؟ لولیتا. این من نمیدونم از کجا دید اینا رو، پشما خودم هم ریخت وقتی رو ویو بودم. اوفیچ پشمام داداش خیلی خیلی قشنگی هم زد. هده قشنگی نه زد که هیچی، چطور دیدشون؟ شاید چشم بصیرت تو نگاه اینجا چشم چه گیری ندی سوم. اضافا انداخت. پشمام ریخت من یه اینجا. اضافا مردیه. صدا با چشاش دید تصویر نکن. اوف الان دیدش باران خوبه. نه نباید میزدید اینا الان. آقا رضا فلکس از همدان با دیکس 6 پا میشه میاد انتقام میگیره چه سگیه. دورسا رو. ببین به تکی این مثل اسکوادا رو به شاید هم ریخته بودن، یعنی اگه این نبود میشد یه سری کارا کرد. اوفه آخه چیز زد به شاید سوگن. اسکواد مثلا شیز هم میتونست وینچه، ولی خب الان نظام میگه اسنایپ از شایان بهتر میزنه. خود خوبه خودت قبول داری دیگه، نیاز نیست من بگم. شایدی بهارک یهاشون هم خیلی حاجی خوبه. این شایلی با بهارک یه وجه مشترک دارن، اگه گفتین وجه مشترکشون چیه؟ ها دایان شاید بدونه وجه چی شد مشترکشون چی چیه. شد چی وجه شد. مشترکشون شایلی و بهارک خب یه وجه مشترک دارن با هم. اوفی آه آشنا شد. ای آره ای به وای. نازم اسکواد داشت منم 404. فکر کردم دوم شدن. اسکواد 404 خیلی سوسکی اومد وین شد با 2 تا کاراکتر پسر و اسم اماد. میدونید چرا وین شد بچه ها؟ چون همیشه پسرها قوی ترن. بچه ها مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردین. ساب و لایک و کامنت یادتون نره بچه ها. از این به بعد به خاطر حضور آقا شایانجیز عزیز قرار ویدیوهای بیشتری با دخترها داشته باشیم. ما رو حمایت کنید و آره دیگه عشق منید.